ما در نماز آرامش داریم یا از نماز گریزانیم؟ یک حس عجیب داریم. وقتی نماز به جای از این احساس خوشی، احساس سنگینی به ما دست میده. حال باز وقت نماز در نماز صاد میشیم به جای از این که امی مفاهیم در مقابل الله زنده باشه، چیزای دیگه در ذهن ما که خودت میگیم که باشی خلاص شوه. این حالت فرار از نمازه چی تأثیر میکنه؟ چرا نماز میخوانیم؟ احساس زیادت ایمان را نداریم. چرا از نماز خود لذت نمیبریم؟ سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گپ بسیار عجیب است. میگه اگر انسان لذت مفاهیم معنوی را بفهمه، هرگز او را با لذت‌های زودگذر و دروغین دنیا عوض نمیکنه. عبادت الله بزرگترین لذت معنوی را داره. لذت‌های معنوی با لذت‌های مادی مقایسه نمیشن.